الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ولا عیش اهنأ من حسن الخلق. این هم ادامه همون حدیث حمران ابن اعین است. هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق، یعنی از زندگی که با حسن خلق همراه باشد. وجهش هم علی الظاهر اینه که انسانی که دارای حسن خلق است، که مراد از حسن خلق رو حسن خلق معاشرتی بدانیم، یعنی خوش اخلاقی با مردم، تواضع با مردم، رفتار گرم و خوشایند با مردم. کسی که دارای این خصوصیت هست زندگی برای او آسانه، شیرینه، چون در محیط اجتماعی ارتباطات و برخوردها متقابل و متبادل است. شما اگر چنانچه تواضع کنید در مقابل دیگران با این چشم به شما نگاه میکنند که انسان متواضعی است. اگر تکبر بورزید با این چشم نگاه میکنند که انسان متکبری است. معلومه که همه آدمهای عالم از انسان متواضع بیشتر خوششون میاد تا انسان متکبر. صفحه 851.